جدا میشه. 4 تا دندونه چنگال رو خم کن، بعد بذارش رو قفل، بعدم یه چنگال دیگه بذار اینجا، اینطوری در قفل میشه. 2 تا چنگال رو برعکس کن، بعد یه کش بنداز دورشون. اینطوری یه انبر آشپزی میسازی. سر زیپ رو بذار روی چنگال، بعد راحت میتونی جا بندازیش. چنگال رو از وسط خم کن، بعد 4 تا دندونه ها رو هم خم کن. حالا میتونی ازش برای آویزون کردن وسایل استفاده کنی. اگه به این ترفندا علاقه داری پس حتما پیج رو دنبال کن. 2 تا سوراخ روی سر قوطی مربا بزن، بعد بذارش روی میز و 2 تا هم میخ بزن. اینطوری یه جا برای نگهداری پیچ و مهره یا هر چیز دیگه‌ای درست می‌کنی. 3 تا دندونه چنگال رو خم کن، بذارش کنار میخ و سیم رو از دندونه پایین رد کن. حالا با این روش راحت میتونی سیم رو دور میخ بپیچی. اگه تسمه اندازه نبود، تناب رو از وسط رد کن و بنداز روی چرخدنده. بعد 2 سر تناب رو محکم بکش، اون وقت راحت جا میفته. اگه شلنگ لباسشوییت کوتاه و همه جا رو خیس میکنه، یه بطری بردار، یه برش اینجوری بزن و لوله تخلیه رو ازش رد کن و بطری رو توی خروجی فاضلاب بذار. اینجوری دیگه آب پخش نمیشه. برای دیدن ترفندهای بیشتر حتما پیج رو دنبال کنید.